هر وقت من برای فروش رفتم پیجم ریزشی میشود، پیجم آنفالو میگیره، پیجم کاهش بازدید میگیره، من دوباره باید برگردم محتوای عمومی بذارم. محتوای عمومی که چیکار کنه برای من؟ دوباره ویو بیاره، ویو بیارد که من چیکار کنم؟ دغدغه بذارم که چی بشه؟ فالوور بگیرم که چی بشه؟ برم تو کمپین بعدی. من چرا انقدر اصرار دارم محتواتون ویو بگیره نه فالوور بیاره؟ چرا باید این کارو بکنیم؟ چون ما این را میدانیم. خوب دقت کنین، دو تا نکته اگر من رعایت کنم به خدا همه چی حله. یک، محتوای عمومی بزنم که ویو بگیره. رفتم تو اکسپلور که داره ویو میگیره دیگه، اوکی. فالو گرفتم؟ نه نگرفتم. ولی اگر من این آدمه که منو در اکسپلور دیده، یا لایک کرده، یا کامنت گذاشته، یا شیر، یا سیو، یا اصلا فقط دیده هیچ کاری نکرده، یا ریشیر کرده، یکی از این 6 تا کارو کرده دیگه، اوکی. مثلا من امروز خودم یه ترایال گذاشتم، همینی که استوریج کردم ترایالش هم کردم، رفته تو اکسپلور، آمارش از پستای من تو 1 ساعت خیلی بیشتر شده. چرا؟ چون محتوای عمومیه. خدای در برام باز کن، در باز میشه. خب محتوای خیلی عمومیه و ربطی هم به پیج منم نداره، یه محتوای انگیزشیه. ولی میگم آقا این اگر بره توی اکسپلور، این آدمایی که این 6 تا کار یکیشون رو انجام دادن، اگر من دوباره محتوا بذارم، در استمرار قطع نکنم، دوباره من رو کجا میبینن؟ تو اکسپلور میبینه. حالا اگر این دوباره گذاشتن من این دفعه عمومی نبود، دغدغه بود، چی میشه؟ اون آدمه دارم دغدغه اون آدمه رو میگم دیگه، فالو میکنه.